تو رو خدا فکر نکن که قرآن یعنی اون کسایی که میبینی دارن تبلیغش میکنن. ازت خواهش میکنم قرآن رو ندوز به اونا خودشونو دوختن به قرآن. اونا رفتن پشت سنگر قرآن قایم شدن. اونا رفتن پشت اسم خدا قایم شدن. اونا رفتن پشت اسم امام حسین و امام علی و امام حسن و امام رضا قایم شدن. اونا رفتن مغلطه و سفسطه یاد گرفتن، میتونن یه جوری حرف بزنن که تو. خدا اونا نیست، قرآن اونا نیست. یک بار هم اگر تو الان نخوندی، اصلا تو اگه نمیفهمی چی میگه، باز کن، هر جا باز میکنی یه آیه بخون. گنگی مهم نی، رپری مهم نی، تتو داری مهم نی، مست میکنی مهم نی، نمیکنی مهم نی، حجاب داری مهم نی، حجاب نداری مهم نی، بخون قرآنو بخون. دوش آب یخ میگیرم. اینا با کلاس همه دوست دارن بگن من اینا رو انجام میدم، ولی میخوای بگی قرآن میخونه، میگه افته، انگار امولی، انگار عقب مونده ای، انگار تو نمیفهمی، انگار تو بروز نیستی، انگار تو آپدیت نیستی. مثل این میمونه یه پسر یا یه دختری بره توی مهمونی بگه من مشروب نمیخورم، همه میگن بچه ننه. بچه ننه بودن نیست، قوی بودن، عزت نفس داشتنه. یه دختری اگر با ظاهر طبیعی بیاد تو خیابون، بره تو رفیقاش که همه 1000 تا کار رو خودشون کردن، 1000 تا دوست پسر عوض کردن و این متعهد و پایبند به حرمت پدر مادرش و حرمت یه نفره، میشه امول، میشه عقب مونده. جای درست و غلط رو عوض کردن برای من و شما. هر چقدر بی بعد نوبارتر با کلاستر، هر چقدر کارهای سطحی و بیشتر انجام بدی، بیشتر بکنی تو حلقه، همه با کلاستر. چراغ تو خاموش کن، باور تو راجع به خدا بساز، قرآن بخون. والله العظیم قسم میخورم که هیچ چیزی نیست که نتونی به دست بیاری. به دست بیاری چی؟ میده، دو دستی میده.